سلام آقایون داداشا، حال دلت چطوره؟ خوبی؟ خسته نبشین. باز دوباره ما رو دیدین عشق میکنین ما رو ببینین ها. عرضم بزرگ شما دوباره با پارچ آمدم ولی ترکیبی. بریم ترکیبش. اول مواد مورد نیاز پارچ. ای نپتون چای دبش یاد کلاهبرداری نیفتین؟ کلاهبرداری نبوده؟ چقدر نظرم تو ایران با کلاهبرداری وجود شدن. این هم چای نپتون و بریم دارچین لیمو بره ترشی زیاد نندازین آمو بره اندازه و بریم سراغ آنوخ یا چای کاکوتی خود ما، چای روستایی. البته بر رو آتیش بشه ولی خب نداره، ما با برق تکنولوژی کار کردیم. با برق اینم میرسیم توش. نگاه کن میگم پارچ ترکیبی باحال سر صبح دوستا. اینم پارچی که گفتم رو آتیش درست نمیره، رو با برق درست ده. برق آمده از خوشحالی با کیتری استفاده کنیم. بگم در کنارش یک پارچ نگاه اندازه رو جان ما. صبح منشون به یاد همه تا رفیقا. این هم از این نگاه کن ترکیبی قشنگ باحال. این هم چای بی باحالی بی خوش رنگی درست میشه. این البته اگه بدین با ویو کنار آکواریوم با مایای خوشگل الان برای تا مزرونش کنه خیلی باشه. نمتون گرم آخ برای تنشین من آه این نری چای نگاه کنین واقعا با اینه نداره. این هم چای. حالا بریم برای یک مایا منم نگاه کنین در کنارش کنیم ویو. عشق کنین عشق. مثل همه گلوگی های طبیعی نگاه خاک در آب درن زنیم. نگاه بریم برای خوردن و سرو کردنش که چی زیاد پررنگ نره از حالتش در بره. دوستان لایک کامنت سابسکرایب یادتان نره. بای در ضمن در مورد عطاری 7 سالی چی ما در خدمتیم. بدرود.